سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 30 سپتامبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسا 10 است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای خبری برنامه امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. فردا در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش شروع می شود، اما طی چند روز اخیر شکایت ها می رسند که در شمال تاجیکستان والدین افراد سنی دعوتی که بیرون از تاجیکستانند به اداره های مقامات قدرتی دعوت شده حتی تا چند روز در آنجا نگهداری می شوند تا اینکه پدر و مادران فرزندان خود را برای بازگشت از روسیه و رفتن به خدمت حربی وادار سازند. همکاران ما با چندی از چنین خانواده ها صحبت داشتند و حالا تلاش میکنند نظر مقامات را در این زمینه بگیرند. تا برنامه خبری ما جزئیات را در اختیار خواهیم داشت و ضمناً در گذشته مقامات تاجیکستان برای دعوت جوانان به ارتش اساساً وعده تقسیم زمین یا کمک مالی در معرکه های عروسی را میدادند. دعوت تیرماهی امسال از 1 اکتبر شروع شده تا آخر نوامبر ادامه میکند. کوپروک را برقرار کردند. در منطقه آوچی قلعه باباجان غفوروف ولایت سوخت پلی که بر اثر مناقشه مرزی اخیر خراب گردید امروز به استفاده داده می شود. انتظار می رود که در این مراسم نمایندگان قرقیزستان نیز اشتراک کنند. در برنامه خبری برایتان در این مورد گزارش خواهیم داد. یادآور می شویم در تنش مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اخیراً 4 نظامی کشته و چندین نفر دیگر از دو جانب مجروح گشتند. امروز با مشکلات دسترسی به اطلاع و وضع آزادی بیان در تاجیکستان است توجه میکنیم که مایه نگرانی سازمان های ژورنالیستی در کشور شده است. از جمله این مسئله در 20 سالگی انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و یا نانسمیت بررسی شده است. روزنامه‌نگاران میگویند سال تا سال دسترسی به اطلاع در تاجیکستان مشکل تر می شود، زیرا مقامات دولتی حاضر نمی شوند سری وقت به خبرنگاران معلوماتی ضروری را دسترس کنند. در این باره چی گفته و چی شنیده شد بعد 3 ساعت دیگر معلوماتی فراگیر خواهیم داد. انتخابات همراه با حمله های خونین برگزار شد. بنابر حساب غیر رسمی در انتخابات پرزیدنتی روز شنبه در افغانستان کمی بیش از 2 میلیون نفر به پای صندوق های رای دهی رفتند، در حالی که برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این کشور بیش از 9.5 میلیون نفر ثبت نام شده بود. در انتخابات افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. این معرکه سیاسی چگونه گذشت در برنامه خبری برایتان به تفصیل اطلاع خواهیم داد. مقامات ساحه بهداشت و حفظ محیط زیست شهر کولاب 5 ساکن و 2 کارمندان اداره کمونالی را برای پرتاب ظرف‌های پلاستیکی در رودخانه تیبلای جریمه بستند. اما ساکنان میگویند پرتاب‌ها و ظرف‌های پلاستیکی در این رودخانه روز از روز زیاد میشود، ولی در برطرف کردن آن کسی طی چند سال اخیر اقدام نکرده است. گزارش خواهیم داشت در این باره. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی تازه دیگر رخ داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.